قسم به خدا اگر من قرضدار نمی بودم و چاره آن می داشتم که می توانستم قرضهای خود را می پرداختم و اگر خوف پریشانی و نابودی اهل ایالم بعد از درگذشتم نمی بود، حتما خود را به محمد رسانده و او را به قتل می رساندم و یک بار خود را از شر وی راحت می ساختم. ای عمیر، همه قرضهایت را به عهده من گذار، من خود دانم و پرداختی آن و به هر اندازه‌ای که بوده باشد من آن را می پردازم و اما اهل و ایالت را به اهل و ایال خود ضم سازم و تا وقتی که من و آنها را زنده ایم، یعنی تا زنده بودن خود من اهل و ایال تو را نیز به عهده خود می گیرم. عمیر در حالی که آتش عقیده و کینه از محمد در نهادش شعله می زد از جای برخاست و خود را به قصد اجرای این عمل آماده کرد. صحابه خواست بهترین انسان را به قتل رساند. عمیر ابن وهب شمشیر خود را تیز کرد و دمهای آن را با زهر آلوده ساخت و مرکب خود آماده کرد و بر آن سوار شد و راه مدینه را پیش گرفت و به قصد اذیت رسانی و شرر انگیزی به راه افتاد و چون به مدینه رسید روسوی مسجد نهاد تا رسول الله صلی الله علیه و سلم را دریافته و تصمیم خود را عملی سازد. نقشه‌کشی مشرکان بر ضد مسلمانان برعکس عملهایشان که در این اثنا چشمش به عمیر ابن وهب افتاد که از شتر خود فرود آمده و شمشیر بر گردن آراسته و به سوی مسجد روان است. چون او را به این حالت دید وحشت زده از جای پرید و گفت این سگ همان دشمن الله عمیر ابن وهب است. قسم به الله که وی به نیت بد اینجا آمده است. این همان شخصی است که در مکه مشرکین را علیه ما می‌شاراند و این شخص اند قبل در واقعه بدر برای مشرکین از ما جاسوسی میکرد. سر و اسرار از الله پنهان نیست. بعد خود حضرت عمر رضی الله عنه به حضور حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله، این دشمن الله عمیر ابن وهب شمشیر خود آراسته و اینجا آمده است. گمان غالب من آن است که وی قصد بد دارد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود او را نزد من آرید. عمر ابن خطاب به سوی عمیر روی آورد و او را از گریبان گرفت و ریسمان شمشیرش را در گردنش پیچاند و وی را کشان به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد. وقتی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم او را با چنین حالت دید به عمر گفت او را رها ساز ای عمر. عمر رضی الله عنه او را رها ساخت و بعد به او گفت از وی دور شو. حضرت عمر از نزد وی دور شده و بعد خود سوی وی نزدیک شد و گفت ای عمر پیش بیا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود حقیقت این است که تو و صفوان ابن امیه در نزد هجر با هم نشسته و از اصحاب قریب و کشتگان قریش صحبت به میان آوردید و بعد گفتی اگر دین دار نمی بودم و نفقه اهل و عیال بر من نمی بود بیچون و چرا به قتل محمد بیرون می شدم. و بعد صفوان ابن امیه دین و مصارف اهل ایالت را به ذمه گرفت تا تو به این تصمیم خود جامعه عمل پوشانی و مرا به قتل رسانی. اما الله تو را به چنین مقصد نرساند. عمیر از شنیدن این حرفها حیران ماند و لحظه در فکر فرو رفت و بعد دیری نگذشت که کلمه شهادت به زبان آورد و لا اله الا الله محمد رسول الله.
عمیر ابن وهب و همین طور مسلمان شد. قصه عمیر ابن وهب در شبکه حکمت